کاکو علیار، کارشناس روابط بین الملل از اسلو همراه ما شدند. آقای علیار، جایگاه آقای علاوی رو شما در بین احزاب و در واقع گروه‌های مختلف سیاسی چگونه می‌بینید؟ ایشون سیاستمداری بودن که بیشتر مستقل خودشون رو جلوه دادن در صحنه عمومی. دو بار در دوره‌های پیشین که پست وزارت رو داشتن، هر دو بار استعفا دادن و به نوعی میخوان خودشون رو به جنبش مردم وصل بکنن. در بین گروه‌های عراقی هم بیشتر به عنوان سیاستمداری که مستقلاً عمل میکنه و کمتر گرایشات حزبی داره شناخته شده. اشاره کردید به استقلال آقای علاوی، ولی با توجه به اینکه الان خلأ نبود نخست وزیر با انتخاب آقای علاوی به نوعی رفع شده، پس چرا مردم حاضر نیستن که بپذیرن این فرد رو به عنوان نخست وزیر و خیابان‌ها رو ترک بکنن؟ ببینید، در روزهای اولی که اعتراضات عراق شروع شد، اتفاقا آقای علاوی یکی از کسانی بود که عکسش در دست خیلی از جوانان بود و به عنوان سیاستمداری که مردم میخواستن اتفاقا اون موقع که بیاد و نخست وزیر این دوران انتقالی بشه تا انتخابات بعدی. ولی از وقتی که اسمشون اعلام شده و گروه‌های نزدیک به ایران مثل جبهه فتح و طرفداران آقای صدر ازشون پشتیبانی کردن، عده‌ای از مردم فکر میکنن که ایشون هم وابسته به جمهوری اسلامی هست و اعتراضات هم که کلاً رویه ضد جمهوری اسلامی داشته. به همین خاطر در بین عده‌ای از مردم که خیلی ضد جمهوری اسلامی هستن منفور شده. ولی هنوز باید اجازه بدیم که روی کار بیان، ببینیم سیاست‌هاشون آیا در راستای سیاست‌های جمهوری اسلامی در عراق خواهد بود یا اینکه مستقلاً میخوان سیاست‌هاشون رو پیش ببرن. من فکر میکنم یه نوع کمپرومایز و سازشی هم هست بین ایران و آمریکا بر سر آقای علاوی و فکر کنم هر دوی این کشورها که نفوذ زیادی توی عراق دارن موافقت کردن که آقای علاوی نخست وزیر این دوران انتقالی بشه. آقای علیار، پیش بینی شما چه است با توجه به توضیحی که الان ارائه کردید در رابطه با اینکه هر دو کشور یعنی ایران و آمریکا احتمالاً موافق هستن؟ آیا این به این معنی نیست که هر دو امیدوارن که آقای علیار در زمین آنها بازی بکنه، یا اینکه آقای علاوی، یا اینکه چیز دیگری ممکنه، دلیل دیگری ممکنه داشته باشه؟ چرا؟ ببینید، از وقتی که از زمان سقوط صدام حسین تا الان، یعنی از سال 2003 که صدام حسین سقوط کرده و دولت‌های پشت سر هم توی عراق و افراد پشت سر هم اومدن روی کار، همیشه ایران و آمریکا این اشتیاق داشتن که نخست وزیرها، رئیس جمهورها و سیاستمداران عراقی در راستای سیاست‌های اونا کار بکنن و این مسئله آقای علاوی هم جدای از این نخواهد بود. هر دوی اینها تلاش خواهند کرد که در زمین اونا بازی بکنه، ولی من فکر میکنم هدف اصلی اینه که فعلا ثبات سیاسی عراق بتونه حفظ بشه تا انتخابات بعدی. هر دوی این کشورها هم قطعا برنامه‌هایی برای آینده عراق دارن، مخصوصا آمریکایی‌ها بعد از زدن قاسم سلیمانی و این مسائلی که متعاقب اون پیش اومد. من فکر میکنم برنامه‌های جدی‌تری واسه عراق دارن، ولی قطعا صبر خواهند کرد تا انتخابات و اونجا بتونن نفوذ خودشون رو بیشتر توی انتخابات عراق نشون بدن. الان فعلا میخوان با بودن آقای علاوی ثبات سیاسی عراق فعلا حفظ بشه. کاکو علیار، کارشناس روابط بین الملل از اسلو، متشکرم از توضیحات شما.